در میزنم به خانه معبود با حسین آغاز میکنم سخنم را به یا حسین. کاری به خاطر رمضانم نکردم، اما گرفت دست تهی مرا حسین. ما روزدارها همه یاد لب تویی، ای تشنه لبتر از همه تشنه ها حسین. آخر مرا برای خودش میخرد شبی، من میشود مسافر کرب و بلا حسین. روز 10 ماه رمضان یه جمله روزه، همه جلو خیمه ها منتظر بودن، الان نبی عبدالله بر میگرده. یه وقت دیدن ذوالجناح بدون صاحب برگشت سمت خیمه ها. خواهر زینب کنار گودی قتلگاه نمیخواهد تنی که سر ندارد، انگشتر ندارد، یک تکه‌ای سالم همه پیکر ندارد، جایی برای بوسه مادر ندارد. من بی وضو موی تو را شانه نکردم، حالا به دنبال سرت باید بگردم. راه تو را بر گودی گودال بستم، در پیکر تو نیزه ها را می شکستن. هر کس صدای منو میشنوه، برآورده شدن حاجات، دفع بلایا، فرج امام زمان صدا بزن یا حسین. صلی الله علیک یا سیدنا القریب یا ابا